السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تعبیر خوابها. آسیاب در خواب نشانه رها یافتن از مشکلات مالیوی یا آسوده حالی بعد کم‌نزاعتی. همزمان زن برای مردی مجرد و شوهر برای زنی تنها است. در خواب دیدن آنکه آسیابی دستی در مرکز شهر یا داخل مسجد قرار دارد، این شهر به ویرانه مبدل می‌گردد. چون این خواب از سر زدن جنگ شهادت می‌دهد. چرخ زدن سنگ آسیاب در خواب این سرودخوانی و پیشروی در همه کار است. نفری که در خواب با آسیاب کار میکند در بیداری مغازه شخصی خود را میکشاید. آسیاب شکسته را خواب دیدن نشانه از تشویش ها رها یافتن یا مرگ است. چادر و یا خیمه در خواب خبری خوش است و در بعضی حالتها به معنای زن است. بازار در خواب اساساً به معنای فریب، گناه، بیراهگی، غم و تشویش است، زیرا در بازار چنین عملها زیاد به چشم میرسد. نفری که در خوابش در بازار با صدای بلند نام الله را به زبان میآورد، دست به کاری نیک زده بدی و گناه را پیشگیری مینماید. هر بازار در خواب تعبیر خود را دارد. بازار کتاب در خواب نشانه‌ای برای حق سفربر شدن و پشیمانی است. بازار دارواری در خواب به معنای شفا برای بیمار است. بازار موادهای خوش‌طعم کننده نشانه ایمان و خداترسی است. طلا بازار در خواب تجسمگری خوشحالی، زیبایی و زن است. بازار عطریات از شنیدن خبری خوش و سخن گوارا درک می‌دهد. بازاری که در آن یراق فروخته می شود نشانه جنگ و به دشمن غالب آمدن را دارد. بازار سبزوات و ماهی نشانه به دست آوردن درآمدی منتظم است. بازار گوشت در خواب نشانه غم و تشویش است. بازار میوه باشد از اعمال نیک شهادت می دهد. بازار تخته در خواب نشانه دورویگی در دین است. بازاری که در آن خیمه می فروشند نشانه سفر و سیاحت است. خواب دیدن سوختار در بازار از دورویگی و بی‌وجدانی سوداگران آن درک می‌دهد. در خواب واردی بازار گشتن معنای در بیداری واردی مسجد شدن را دارد. مهمانخانه در خواب همچون سفر و سیاحت تعبیر می‌گردد. محبس نفری که در خواب از محبس می‌گریزد از بیماری رها می‌یابد. شخصی که خود را با دستانی بسته در زندان خواب می‌بیند دچار ناخوشی می‌گردد. خود را در محبس پریشان و رنج و خواب دیدن دلالت آن است که شخصی خواب دیده خوشی و خرسندی را به نزدیکی نمی‌بیند. شخصی بیمار یا غمگین از محبسی ناشناس یا خانه تنگ بیرون شود در بیداری دردش سبک می‌گردد. نفری که در خواب به محبس می‌افتد در بیداری بیمار و اندوهگین می‌گردد. بعضی علما برانند که خود را در محبس خواب دیدن نشانه دراز عمری است. مسجدی مستحکم ساخته شده در خواب تجسمگری عالم است که در نزدش نفران زیاد برای مدح و ستایش الله جمع می‌آیند. نفر خواب ببیند که شخصی ناشناس با سبب بیمار شدن امام مسجد امام شده است، این نفر رحلت می‌نماید. در خوابی که مسجد و حمام مبدل گشته است معنای آن را دارد که شخصی پنهانکار به عملهای ناروا دست می‌زند. اگر نفر خواب ببیند که خانه اش به مسجد مبدل گشته است، آبرو و نفوذ پیدا کرده آدمان را برای حق سفربر می‌کند. مرد در خوابش به انبوهی آدمان وارد مسجد شده در پیش راه خود چاه ببیند حایله‌دار می‌شود. مسجد در خواب معنای از خود نمودن علم و دانش نوی اسلامی، تقواداری و پاسایی است. خواب دیدن مسجد ولنگار شده ایستاده از مردی عالم یا شخص شناس درک می‌دهد. در خواب در مسجد نماز خواندن نشانه خبری خوش شنیدن را دارد. برای زن چنین خواب مژده تولید فرزند است. بیمارخانه را خواب دیدن یا در خواب به خبرگیری شخصی بیمار رفتن از بردباری در کارها و سلامتی خوب و کامیابی ها دلالت می‌کند. مغازه در خواب فایده و بایگری است.
اگر نفر در خوابش مغازه‌های خالی و به سودا را ببیند به مناقشه کلان دچار می شود. مغازه بلنگار شده ایستاده یا بلنگار شده از مرد شخص نزدیک شهادت می دهد. مغازه درهایش بسته از نابرابری در کار سودا پیشگویی می کند. این بود خوابی که ما تعبیر نمودیم. باقی سربلند و پیروز باشید.